everybody رسول ریکاس هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز ویدیو عجیب، خنده‌دار، غیر منتظره براتون آماده کردم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. بله یا فاطمه من دارم بمیرم. چه متوجه شد به فاطمه زهرا اینقدر ترسید. من عاشق رنگ صورتیم، واسه همینم همه چیزم صورتیه. حتی چی؟ حتی کستنانو، حتی تسکنهو، حتی کستنانو ارزکه بیوله. عزیزم نگاه بگو حتی تسکنهو. همه کستن بلدیستم، همه کستن بلدم، حتی کستنانو ارزکه بیوله. خب باشه همون حتی کسکنه. چیکار بچه داره؟ بچه زبونش نمیگرده. خب بگه همون نگفت قبول بکنیم بره دیگه. حتی بریم بعدی حتی بلش کن. محمد داداش من تو شرط بستم مثلا ببری یا نگران نباش بردمه. حله بس بزن داداش چجوری شد زدی؟ محمد خوب داشتی میکرد. دمت گرمه. چالش میخوایم بریم. من با تو چالش نمیخوام برم. ببین این چالش ها فقط 1% از جامعه میتونن برن. کار هر کسی نیستش. نخوام 1% بشم چیکار کنم؟ ها؟ باید قور بزنم خب. یا اول پس این آب لیمو اونه چی هن؟ استرس نداشتیم. بیزون ما نگاه کن چی بودن زد. وای چطور فقط اونجایی که پاشو گذاشت رو کابین در نره. پاشو گذاشت در نره. عقده‌هاشو خالی کرد مامان. وقتی بچه میخوره زمین. نگاش نکن گریه میکنه. سمیلا اینجوریه. تو چجوری اونو بغل کردی و بردی؟ با خدا فاصله سنی چیه؟ فاصله وزنی تو خیلی بود، خیلی قوی که با اون هیکل اونو بغل کردی رفتی. چطور خود سمیلاش بچه شد؟ نه. سلام آقا. یه سوال ازتون میپرسم، اگه درست جواب دادین این آیفون 15 مال شماست. آیفون 15 بفرما آقا. اول از دوستتون میپرسم اسم شما چیه؟ یوسف. سوره یوسف رو بخون. بله نه خاک تو سرات آقا. ایمه بپرس. خب اسم شما چیه؟ کوسر. راحت ترین اسم برداشت که سوره رو بخون آیفون 15 رو بگیره. چه میکنه این آیفون 15 تو ایران؟ هی جان اوریجینال. اوریجینال. خب اوریجینال. وای اوریجینال بیبی. خب الان این همه اورجینال داری ما چه کار بکنیم؟ خدا برا پارتنرت نگرد داره. تو به درد من چی دارم میگم؟ خب ما الان از این ویدیو چه نتیجه باید بگیریم؟ چه کار بکنیم؟ چرا یه مشتی همه رختن تو اینستا، همه دارن این ردیتین دنس میرن، بعدش هم با یه اصلا به تو چه؟ به تو چه دخالت میکنی؟ دلشون میخواه هرچی دلشون میخواه میپوشن. به تو چه ربطی داره؟ اومد تو آب نیستش که تو چهارشنبه تو استخر مردمی بیا بیرون. من که واقعا بعضی استخر میمونن دیگه بیرون نمیان، همونجا میرن تا بخیسن. یعنی خوب اجزا داخلی بدنشون بخیسه بعدش میان بیرون. کاش که یه روشی بود کیفیت اسپرمو نشون میداد. خب الان یعنی چی؟ یعنی به نازیش به سطح آب بره پایین غرق بده. اگه اسپرم بی ارزه‌ای باشه میمونه رو آب، اگه نه جنم داشته باشه زیرابی میره. یعنی زیرابی میره کیف میکنی. بعد برای انجام خدمات ساختمان سازی. مالکی یا مملوک؟ چی؟ وکیلی یا موکل؟
مجر یا مستجر؟ الغوث خلصنا من النار یا رب. چی میگی آقا؟ مگه جوشن کبیر نمیخوندی شما؟ برو گم شو بیرون. واقعا داشت جوشن کبیر میخوند. من اولش به همین فکر کردم داشت جوشن کبیر میخوند دیگه، چرا حسابت خورد میشه خودش القوس میکرد دیگه. بگو القوس من رفتم. شربت پرتقال چی میگیرن؟ پرتقال هم میگیرن. همون یعنی واقعا فکر میکنه نمیفهمی. بالو هم اول بالو و شربت سینه. علیه علیه یه حرفت دشت مصطفی همون چرا رسمت خورد شد. آقا دا بیدم من یا آقا دا ببینم یه حرفت دشتی که میره اینجا میزنی بیشو رفتم تو در مونگا. همون چیزی نپرسی چرا قصاب خودتو خورد میکنی، فقط پرسی شربت سینه رو چی درست میکنه. خب مواد اجزای داخلش بگو، 4 تا مواد شیمیایی چیز جدید چیز خاصی نپرسید. وقتی با رفیقا میری عشق و حال یادت میفته فردا شهادته. بابا جاهنگ ارجا از همه جا میشنیدم، بابا آهنگ ارجا از همه جا میشنیدم، چرا همه موقعی سینه میزنم میرن زیر آب دوباره میان بالا؟ نمیدونه حتما ثوابش بیشتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. درود بر تو ای جوان پاک دامن، جوان ایرانی. هنوز میگی مادر؟ اشتباه نگو مادر. بگو در مورد مادرتان شایعاتی به گوش میرسد. بیا اینجا درباره مادرتان شایعاتی به گوش میرسد. خب راست میگه، وسط دعوا هنچی بگی که مسخرت میکنن در مورد مادرتان شایعه میاد یه طوری بگی دل جگرت خنک بشه. بگی من نمیتونم بگم بریم بعدی. بذار یه بار جامون عوض بشه. سگا بعدا گرخیدن اینطوری شما رفتیم هر طرفی همیشه سگ دنبالتون میگه، وقتی جاب جاب میشه بد نیست. رفیقای باوش حالا دوتا تو میاد بلش بکنی. وای گوشیش هم تو جیبش بود. داداش تو میدونستی میخوای ویدیو بگیری، چرا گوشی رو تو جیبت بر نداشتی؟ گوشی به آب برسه اتصالی میکنه، خاموش میشه، منفجر نمیشه. بریم بعدی بلش. وقت میگن زن بگیر تا خوشبخت بشی. خب برای من یه کتر بزرگی گذاشتی کو چایی قند نبات یه چی میذاشتی توی خوبی صاحب. آیا چه فایده داره؟ تو خودتو برداشتی آوردی. خب سیمان تو سرت بخوره اینا رو خودت برمیداشتی، نمیفهمیدی یک کتری فقط داده. تا چند دقیقه دیگه شاهد بزرگترین مراسم دفنوازی ایران در روستای پالنگان کردستان زیبا هستیم. خب بچه‌های نظیم ویدیو امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. این همه راه اومدی یه لایکی بزن. تا ویدیو بعدی بدرود. پوفیوس اسم این میکروفونه. اونجا داری درخت رخ میکنی صداش میاد توی. من چجوری ویالی بکنم؟ نه بابای پوفیوسا نمیخواد بفهمن میکروفون صدا درخت رخ تو نمیگیره. به خودت حالا 50 بار گفتم شد. برادر هیچ آشنایی با میکروفون نداره، نمیفهمم من چی میگم. جان مادرت فلکو تو رو خدا فلکو بزن من این ویدیو رو بگیرم. چرا منو ساجست نمی کنی یوتیوب؟